هر ویدیویی که من تو این کانال میذارم میشه معادل کاری که من توی مارکت دارم انجام میدم و من توی این ویدیو به شما گفتم چرا نباید اوایل کار وقتی توی اوایل کار معامله‌گری قرار داری چرا نباید با اکانت واقعی خودتون با سرمایه خودتون کار کنید و برین سراغ یک اکانت پراپ. خب تو این ویدیو با من همراه باشین که تمام دلایل خودم رو بهتون بگم. سلام، فرشاد بولیدی هستم و میخوام تو این ویدیو در مورد این صحبت کنم که وقتی یک معامله‌گر همه کارهای مربوط به بک تست، فوروارد تست و بررسیش رو توی مارکت انجام داد و الان اسم میکنه که یک حساب رو میتونه خیلی خوب رشد بده، الان باید چه کارهایی انجام بده. شاید پیش خودتون بگید وقتی معامله‌گر توی همچین سطح قرار داره تنها کاری که باید انجام بده اینه که بره معامله انجام بده. خب بذارید من ازتون بپرسم با چه اکانتی بره معامله انجام بده؟ با سرمایه شخصی خودش بره سرمایه گذار جذب کنه یا نه روی اکانت های پراپ میخواد معامله انجام بده؟ چون همه اینا توی معامله‌گری، توی اصل معامله‌گری با هم فرق خواهد داشت. حالا چرا دارم این صحبت ها رو انجام میدم؟ به دو دلیل. اول اینکه من خودم معامله‌گر هستم و توی این دورای قرار گرفتم، یعنی توی این دورای الان من قرار دارم که توی ماه آگوست و سپتامبر من رفتم بررسی خودم رو توی مارکت انجام دادم و الان موندم با سرمایه شخصی خودم کار کنم یا با یک پراپ کار کنم. دلیل دومم اینه که ما توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که ایران دلار به شدت گرونه و اکثر کسایی که دارن معامله‌گری انجام میدن شاید مهارت خوبی هم داشته باشن ولی اینقدر با پول واقعی کار نکردن به واسطه اینکه دلار خیلی گرون شده دیگه اصلا نمیدونن پتانسیل واقعی خودشون رو اصلا نمیدونن که چه پتانسیلی دارن، آیا میتونن با پول واقعی کار کنن یا آیا میتونن اصلا سرمایه خودشون رو رشد خوبی بدن. خواهیم در مورد این مسائل صحبت کنیم. ما باید به عنوان معامله‌گر واقع‌گرا باشیم. معامله‌گری و واقعیت توی جامعه اینه که معامله‌گری خیلی سخته، هم فشار خود معامله‌گری است و هم فشار سرمایه، عدم وجود سرمایه. شما فرض کن $5000 سرمایه داری و میخوای بیاری توی مارکت، همش ترس اینو داری که من توی چه سطحی هستم که میخوام $5000 رو بیارم توی مارکت و آیا اصلا اجازه دارم این پول بیارم توی مارکت و اگر از دست بره آیا من دفعه بعد که بخوام دوباره این موجودی حسابم رو شارژ کنم آیا دوباره چقدر طول میکشه من این $5000 رو دوباره بتونم به دست بیارم؟ چیزی که توی اکثر معامله‌گرای ایرانی وجود داره این که اینقدر پول ندارن. اصلا $50,000 برای خود من قفله، یعنی خیلی بالاییه واسه من، یعنی حتما باید یه چیزی رو بفروشم تا بتونم $5000 تهیه کنم و اگر بخوام کار کنم اینقدر از اینا بالاست که چیزی توی سر برج چیزی برای من نمونه که بخوام حالا یه مقدارش هم برم تتر بگیرم، برم دلار بگیرم که موجودی اکانت خودم رو شارژ کنم. پس این مشکلات وجود داره. پس اگر شما یک سرمایه داری و توی لیول های اول معامله‌گری هستی خیلی باید با احتیاط رفتار کنه توی این مارکت. چرا؟ چون این پول ممکنه از دست بره و اتفاقا توی یک شب هم ممکنه از دست بره. یه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که حرکت های مارکت رو مغرضانه نگاه نکنین، یعنی نگاه نکنین که شما سل گرفتین و الان مارکت داره میخواد بره استاپ های شما رو بزنه. نه، مارکت حرکت های نرمال خودش رو داره انجام میده و این معنی شما معامله‌گر هستیم که شاید در سطحی هنوز قرار نگرفتیم که حرکت های مارکت رو بتونیم درست درک کنیم و داریم پشت سر هم استاپ میخوریم، یعنی مارکت داره به سمت بالا حرکت میکنه و ما داریم پشت هم سرش سل میگیریم. این ضعف من و شماست، ربطی به مارکت نداره. یعنی من و شما اینقدر آماتور هستیم که داریم مارکت داره استاپ های من و شما رو میزنه و نتونستیم رفتار درستش رو درک کنیم. پس وقتی من و شما توی یک مرحله قرار داریم که هنوز نمیتونیم رفتارهای درست مارکت رو درک کنیم و داریم پشت سر هم استاپ میخوریم، پس سرمایه من و شما هم در خطره. روی صحبت من توی این ویدیو با کسایی نیست که دارن از مارکت به صورت مستمر سود میگیرن. روی صحبت من کسایی هستن که در جایگاه من قرار دارن، یعنی در جایگاه کسی که علم خوبی از مارکت داره، نشسته بک تستاشو گرفته، فوروارد تستاشو گرفته، بررسیاشو انجام داده و الان رسیده به یک ستاپ و الان میخواد بره معامله انجام بده. روی صحبتم با این افراده و کسایی که از من تجربه کمتری دارن. روی صحبتم با این افراد است و در ادامه یک نمونه براتون توی سال 2023 نشون خواهم داد
که من اون موقع داشتم چه کاری انجام میدادم. فکر میکنم خیلی نشون دادن این فایل خیلی بهتون کمک خواهد کرد که منظورم رو بهتون برسونم. برگردیم به سال 2023. بچه مارکت برای من این شکلیه. من سال 2022 که کار خودم رو شروع کردم دیگه همه مارکت رو برای خودم اسکرین شات دارم، یعنی چه معاملاتی که لایو انجام دادم چه اسکرین شات های از خود مارکت، اینا رو من همش رو سیو دارم. از سال 2022 23 24 و الان توی 25 قرار داریم. بریم برگردیم به سال 2023 و اولین استیتمنتی که من توی اون سال برای خودم ساختم، یعنی اولین معاملاتی که من داشتم توی یک حساب با پول واقعی انجام میدادم و اولین معاملم مربوط میشد به 3 ژانویه 2023. روی یورو من اون موقع داشتم معامله انجام میدادم. به گفته خود پورصمدی من از یورو یو اس دی شروع کردم، تمام معاملات اول خودم رو روی یورو انجام دادم و بعد شیفت کردم روی طلا و بعد شیفت کردم روی داو جونز و الان فقط دارم معاملات خودم رو روی داو جونز انجام دادم و طلا و یورو رو کلا بیخیال شدم و تقریبا 2 سالی است که من اصلا طلا و یورو رو چارتشو نگاه نکردم. خب برگردیم به سال 2023. من یک اکانت گرفتم و مبلغ تقریبا $3000 رو من توی اکانتم شارژ کردم. اون موقع $3000 میشد 100 میلیون تومان، تقریبا میشد 100 میلیون تومان و من $3000 رو شارژ کردم و دوره پورصمدی رو هم نگاه کردم. من هفته می 2022 این هفته می 2022 من دوره پورصمدی رو نگاه کردم و تقریبا 6 ماه بعدش شاید عدد $3000 به دستم رسید، یعنی $3000 من موجود داشتم. خب بریم ببینیم با $3000 من در طول یک سال مالی چه کاری انجام دادن. یعنی از تاریخ 3 ژانویه 23 که میشه اولین معاملات من تا روزی که من آخرین معامله خودم رو روی داو جونز انجام دادم، USCH 24 روی قراردادش انجام دادم رو در تاریخ 22 دسامبر سال 23. خب بریم ببینیم چه اتفاقی توی یک سال برای من افتاد. اتفاقی که برای من توی یک سال افتاد به این شکل بود که من داشتم اولین معاملات خودم رو روی یک اکانت $3000 انجام میدادم، یعنی اولین جرقه‌های معامله‌گری برای من داشت شکل میگرفت. خب من روی اون عدد روی اون اکانت معامله انجام میدادم و چون اوایل کارم بود این حساب داشت توی یک لوپ داشت نه ضرر میزد نه به من سود میداد، یعنی توی 50 تا معامله اول من توی نقطه سر به سر خودم ایستادم و بعد از معامله پنجم که فکر میکنم تغییر استراتژی باعث شد که من یک لوپ رو بیام پایین و یک ضرر رو تجربه کنم و بعد تقریبا $2700 برسم، یعنی اکانتم رو از $3000 برسونم به 2700 تا و بعد همین کار رو باعث شد چون من از یورو اس دی اومدم روی طلا و از طلا اومدم روی داو جونز. پس این خود این رفتار باعث یعنی این که من یک معامله‌گر مبتدی هنوز هستم و صلاحیت داشتن یک اکانت و کار کردن روی اکانت رو اصلا ندارم و چون این حساب شخصی بود اصلا مهم نبود برای من. ولی شما نمیتونی این کار رو با سرمایه دیگران انجام بدید چون آماتور هستی. خب من توی اون سالا داشتم معامله انجام میدادم سال 2023 و چون مبتدی بودم و کار هنوز دستم نیومده بود داشتم یک ضررهایی رو تجربه میکردم تا عدد $2250-60. من اومدم پایین، یعنی اکانت از $3000 اومد به $2250 و من از اونجا دیگه یکم تجربه پیدا کردم توی مارکت، فهمیدم چجوری حرکت میکنه، برای خودم یک استراتژی تعیین کردم و این عدد دوباره رشد کرد تا $2600-700 رشد کرد و دوباره برگشت به سطوح پایین‌تر. یک توی پرایس اکشن میگم یه دونه پول بک زده، بک تو بریک ایون کرده، شاید اینجا میشه بک تو بریک ایونش و از اونجا دوباره یک اسپاک زدم و توی کانال قرار گرفتم. ببین اصلا اعداد روان، ببین چقدر خوشگل کار کرده اینجا. یک اسپاک تشکیل شده، من از $2300 پریدم روی $2700، یه دونه اصلاح انجام دادم، توی کانال رفتم و الان توی یک تریدینگ رنج قرار گرفتم. خیلی جالب شد این چارتش. من اون موقع هم که دیدم خیلی جالبه
و تقریبا من از $2300 دوباره برگشتم به عدد $3000 و الان آدمی بودم که داشت یک استراتژی رو مزه میکرد. میفهمید که من اونجا آدمی بودم در سال 2023 که در اواسط 2023 فهمیدم اگر من طبق یک استراتژی کار کنم میتونم این عدد اکانت رو رشد بدم و دوباره برگردم به نقطه سر به سر. و من در تاریخ 22 دسامبر سال 2023 دوباره عدد اکانتم رو برگردوندم به $3000 و تقریبا توی اون سال $440 هم در کل سود کردم. یعنی با برداشتی که انجام شد در مجموع $440 هم سود کردم. حالا بریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب اینه بچه، شما وقتی آماتور هستی، آماتور بودن فوش نیست. هر کی اول کار پرفکت عمل نمیکنه. شما وقتی آماتور هستی، وقتی اول مسیر هستی، خواه ناخواه، چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، قرار پول از دست بدی. و وقتی تو این مسیر پول از دست میدی، به جاش تجربه کسب میکنی. پس شما یک چیزی رو به مارکت به عنوان پول به مارکت میدی که مارکت در قبالش به شما تجربه بده و اون به این صورت میشه که شما اسمت میشه معامله‌گر. معامله‌گر کسی که توانایی از دست دادن پول رو قبول کرده. این میشه معامله‌گری. یعنی شما میدونی که توی مارکتی داری کار میکنی که جنبه بخش اصلیش اینه که از شما پول رو میگیره و بعد به شما تجربه میده. و وقتی شما آماتور هستی و از عدم آگاهی فکر میکنی که مثلا یک استراتژی رو داری، یه فکری در مورد مارکت داری و الان میخوای بری مارکت رو بهتر کنی، اینطوری نیست. شما اول کار قرار پول از دست بدی. خیلی راحت بهتون بگم، من و شما هم نداره، پول ثمری هم نداره. هر کسی اول کار پول از دست میده و این پول باید مدیریت شده باشه. یعنی اول کار شما این آگاهی رو داشته باشی که قرار پول از دست بدی. اگه اول کارته پس قطعاً پول از دست خواهی داد، مگر اینکه خیلی استثنا باشه که من با اون استثنا اصلا کار ندارم. من با شما معامله‌گری صحبت میکنم که اول کارته و این فکت رو دارم بهتون میگم. شما اول کار قرار پول از دست بدی و لطفاً اول کار چفگیر نباشید که یک پول بسیار بسیار بزرگی رو بیارید. پولی رو توی مارکت بیارین که اگر از دست دادین که قطعاً از دست میدین، تحمل از دست رفتنش رو داشته باشین و به عمر معامله‌گری خودتون اضافه کنید. یعنی اینطوری نباشه شما اول کار یه پول انقدر پولتون بزرگه که میاری توی مارکت از دست میدی، فشارش انقدر بزرگه که اصلا از معامله‌گری زده میشی، نمیتونی معامله‌گری رو ادامه بدی. پولی در مارکت بیار که توانایی از دست دادنش رو داشته باشی. کاری که من ازتون میخوام اینه بچه ها، اگر شما آماتور هستین برید به صورت آگاهانه در مارکت پول از دست بدین، نه در صورت عدم آگاهی. آگاهانه به چه شکله؟ فکر کنید شما $3000 پول دارین. حالا فرض کنید $3000، ممکنه این عدد بالا یا پایین باشه، ممکنه $200 باشه، اصلا اهمیت نداره. شما فکر کنید مبلغی رو دارین، حالا ما میگیریم $3000. شما $3000 سرمایه شخصی داری، نرو با اون $3000 معامله نکن. به نظر من برو، اگر فکر میکنی مهارت معامله‌گری داری، برو به جاش یک اکانت پراپ بخر، با کمترین هزینه رو هم براش انجام بده. نرو یک اکانت $100,000 نخر که هزینه‌اش برات بشه $300 $400. برو یک اکانت $2000، اکانت $5000 که تهش واسط بشه مثلا $30 بیفته. یعنی $30 تو به یک شرکت میدی، یک اکانت پراپ $2000 تا $5000 میگیری و توی اون اکانت پراپ توانایی‌های خودت رو محک میزنی. ببین اصلا توانایی رشد حساب رو داری، اصلا میتونی با درادون بسیار پایین یک حساب رو رشد بدی. اگر تو همچین توانایی رو هنوز نداری، واسط سم میکن، بری با اون سرمایه اصلی خودت کار کنی، بری با $3000 کار کنی. چرا؟ چون درسته با $3000 میتونی کار کنی، ولی قطعاً اگر اون توانایی رو توی پراپ نداشته باشی، توی سرمایه شخصی هم به مشکل میخوری و این عدد سرمایه‌ات پایین میاد. یعنی به جای اینکه بره بالاتر و رشد کنه، میاد پایین. چرا؟ چون تو هنوز آمادگی اون رو نداری که بخوای توانایی‌های خودت رو به صورت کامل بشناسی. هنوز اینقدر مهارت پیدا نکردی که بتونی عدد $3000 رو بکنیش مثلا $3500. ببین توی یک شب میشه $3000 رو کرد $10,000. ببین با یک شبش کار ندارم، تو میخوای یه دونه معامله با ریسک خیلی بالا انجام بدی که $3000 بشه $10,000.
در مورد معامله‌گری دارم صحبت میکنم که میخواد 0.5%، 1%، 2% توی هر معامله وارد شه و به صورت منطقی بخواد این کار رو انجام بده، نه به صورت غیر منطقی. غیر منطقیش اینه که شما توی یک شب $3000 رو بکنی $10000، روز بعدش $10000 کلا از بین بره، بشه $0. شما به جایی که اینکه بری توی اون اکانت $3000 کار کنی، پیشنهاد من برای شما اینه که بری یک اکانت پراپ بسیار پایین بخری به ارزش $30، $40. ببین توانایی شما در چه حده. اگر توانایی شما اوکی بود، تونستی اون اکانت پراپ رو پاس کنی، یعنی اوکی هستی و اصلا دیگه به پراپ نیاز نخواهی داشت. برو اکانت پراپ تو پاس کن، یه 20 روزم روش معامله کن، ببین اگر تواناییشو داشتی بعد برگرد سراغ سرمایه شخصی یا اصلا به فکر جذب سرمایه باش. چون من پراپا رو فقط به این خاطر در نظر میگیرم که شما یک عدد باشه که ذهنت قلقلک بگیره، یعنی اون عدده اس بشه توی مارکت که داری الان پول از دست میدی، ولی این پول تهش واسه $30 بیفته، یعنی ارزش خود اکانتش $30 بیفته و اگر تو اون اکانت پراپ رو از دست بدی تهش اینه که $30 از دست دادی. توی اون $3000 این $30 تنها میشه 1%ش، یعنی تو 1% از اون $3000 روی خودت سرمایه کردی که یک تجربه رو توی مارکت به دست بیاری و بهای این تجربه برای شما بشه $30، نباید بشه $3000. امیدوارم مطلبی که میخواستم بهتون بگم رو درک کرده باشی. کل صحبتم اینه که شما در مارکت باید پول از دست بدین که روان خودت رو درست کنی، مدیریت سرمایه رو درست کنی، بدونی کجا باید وارد بشی، باید بدونی کجا از مارکت خارج بشی. این مارکت داره روند طبیعی خودش رو انجام میده، یعنی از بالا به سمت پایین ریزش انجام میده و از پایین به سمت بالا صعود انجام میده. این روند طبیعی در مارکت است و اگر شما نتونی خودت رو با این روند طبیعی مارکت که در اوایل کار واسط سخته، نمیتونی خودت رو مچ کنی باش، نمیتونی خودت رو باش هماهنگ کنی، اگر واسط سخته پول خودت رو $3000 رو اینجا تلف نکن، هدر نکن. نگو من با $3000 میارم مارکت رو میتره کنم. شما اگر مارکت رو میتره کنی، میتوانی بتره کنی، توی اکانت پراپ هم میتونی. برو یه تجربی توی اکانت پراپ به دست بیار و بعد بیا با اون $3000 کار کن. بهترین پیشنهاد برای شما چیزی که دارم امینه، برو امین کار رو انجام بده، یعنی با $3000 کار نکن، برو با اکانت پراپ کار کن و توی اون اکانت پراپ تجربه به دست بیار. لطفاً به این نکته توجه داشته باشیم، من معامله‌گری نیستم که بیام برای شما یه سری صحبت‌های تئوری رو انجام بدم. من هر چی که خودم انجام میدم رو میام اینجا با شما به اشتراک میذارم و من الان دارم بهتون میگم من توی این لبه قرار دارم. من الان یک سرمایه تقریبا $1500 دارم و بین کار کردن با این سرمایه و یک پراپ مثلا $30 بدم، یک پراپ $5000 بگیرم. تصمیم من چیه؟ تصمیم من این که برم یک پراپ بگیرم و ببینم آیا چیزی که من دارم توی مارکت فکر میکنم، چون دارم فکر میکنم که توی سطح خوبی از مارکت قرار دارم و الان میتونم از مارکت ریواردهای خوبی بگیرم، ریواردهای 2-3 رو راحت میتونم بگیرم. خب برای اینکه این درست سنجی بشه، صحت سنجی بشه و من مطمئن باشم، قوت قلب داشته باشم، نمیخوام برم یه سر با همون $1500 معامله انجام بدم، حتی اگر بک تست و فوروارد تستش رو گرفته باشم. میخوام برم با یک اکانت پراپ کار کنم، $30 بدم، یک اکانت $5000 پراپ بگیرم و اگر من تونستم توی اون اکانت پراپ رشد بدم اکانت رو و معاملات خوبی انجام بدم، پس من این توانایی رو دارم که برم با اون $1500 کار کنم. چه بسا اگر من بتونم اکانت پراپ رو پاس کنم $5000 رو، دیگه $5000 از یک شرکت سرمایه دارم و میتونم با اون $5000 کار کنم و این $5000 رو به مرحله برداشت برسونم. خب اگر این $5000 به مرحله برداشت نرسید، من نتونستم اکانت پراپ رو پاس کنم، یعنی صلاحیت مدیریت اون $1500 هم ندارم. پس به جای اینکه برم با اکانت $1500 کار کنم و بهاش این باشه که از دست دادن این اکانت $1500 باشه، میرم یک اکانت $30 پراپ میگیرم، یعنی $30 میدم یک اکانت پراپ میگیرم. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که من دیگه بهایی که براش از دست میدم دیگه پایینه، خیلی بالا نیست و خودم رو میسنجم ببینم آیا این پتانسیل رو دارم که اکانت رو با درودان پایین رشد بدم یا نه. اگر صلاحیتش رو داشتم که چه فبا پول ریخته توی
دنیا. اگر نداشتم باید برم بررسی کنم، باید برم دوباره بیشتر معامله انجام بدم، باید برم بیشتر فوروارد تست بگیرم، باید کارهای بیشتری انجام بدم. به این صورت نیست که من از معامله‌گری زده بشم، میرم کار خودم رو به این انجام میدم. اگر در یک سطح وارد شدم و استاپ دار شد، میرم بررسی میکنم اگر در اون سطح من کار دیگه انجام بدم چه اتفاقی میفته. پس من از هفته آینده یک اکانت پراپ $5000 میگیرم و توی این کانال با شما به اشتراک میذارم و بهتون میگم چه بلایی سر این اکانت $5000 پراپ اومد و اگر نشد دیگه با اون سرمایه شخص خودم کار نمیکنم. فقط یک نکته، شما وقتی یک اکانت پراپ رو از دست دادی دیگه نشن غمشو نگیر. تو به جای اینکه سرمایه خودت از بین بره، یک اکانت $30 $50 دادی و اکانت پراپت از دست رفته، خوشحال باش بجاش، چون سرمایه خودت نبوده. و اگر سرمایه خودت بود تو الان $5000 از دست داده بودی، $10,000 از دست داده بودی. اکانت پراپ یک اکانت دموه، ولی معنیش برای شما این میشه که خودت پتانسیل‌های خودت رو میسنجی. آیا معامله‌گری هستی که به مدیریت روان، مدیریت سرمایه، استراتژی پایبند هستی یا خیر؟ باید روی این چیزا برای خودت کار کنی. و اصل صحبت این ویدیو این بود که شما وقتی توی سطح‌های اول معامله‌گری قرار داری، توی مارکت پول از دست میدی. کل صحبت اینه، بهای این از دست رفتن نباید اکانت واقعی شما باشه، نباید پول و سرمایه شما باشه. برو روی اکانت‌های پراپ کوچیک کار کن و این برات بشه یک تجربه. صحبت مهمی که میخوام انجام بدم دقیقاً همینجاست. فرض بگیریم شما رفتی یک اکانت پراپ گرفتی، $30 $50 هزینه کردی و رفتی اکانت پراپ رو گرفتی و پتانسیل رشد حساب پراپ رو نداشتی و اون پراپ رو از دست دادی. دیگه غمشو نگی، تو یک اکانت پراپ فقط از دست دادی. و نکته مهمش اینجاست، شما به محض اینکه اکانت پراپ از دست دادید سریعا نروی با اصل سرمایه خودت که $3000 باشه، $1500 $1000 هر چی، نرو از اون پول دوباره یک اکانت پراپ نگیر. شما باید برای خودت شغل تعریف کنی، در طول مدت درآمد داشته باشی و از درآمد اون شغل سیو کن و دوباره نمیدونم درآمد شما چقدره، درآمدت باید انقدر باشه که توی یک ماه بتونی $30 سیو کنی که باهاش دوباره بتونی یک اکانت پراپ بگیری و دوباره پتانسیل‌ها و مهارت‌های خودت رو بسنجی توی مارکت. اصلا نکته مهمش هم اینجاست، شما با جریان درآمدی که از شغل اولت داری توی بیرون یک پولی رو سیو میکنی، میری اکانت پراپ میگیری که باهاش مهارت‌های معامله‌گری خودت رو بسنجی. و این مهارت‌ها اگر به قدری بودن که شما یک اکانت پراپ رو پاس کردی 8% سود گرفتی و اکانت پراپت پاس شد و اون اکانت شاید به مرحله برداشت رسید، حالا توانایی این رو داری که بیای با پول خودت کار کنی و اصلا با همین اکانت های پراپ ادامه بدی. اصل صحبت من اینجاست که شما نباید توی اوایل کار توی مارکت با پول خودت بری کار کنی و گند بزنی به اون حساب، چون قطعا گند میزنی به اون حساب. اصلا صحبت زشتی نیست. شما قطعا به عنوان یک معامله‌گری که تازه کارش رو شروع کرده پولت رو از دست خواهی داد و کل صحبت من اینه که بهای از دست دادن پول خیلی زیاده و شما خیلی غصه میخوری و من نمیخوام این اتفاق برای شما بیفته، برای من بیفته. من از پولی که الان دارم، تقریبا سرمایه‌ای که دارم $1500، میرم یک اکانت پراپ میگیرم و باهاش معامله انجام میدم و اگر پتانسیل اینو داشتم که این اکانت پراپ رو رشد بدم 8% رو تکمیل کنم و اون اکانت پاس بشه، یعنی من توانایی و پتانسیل کار کردن با سرمایه خودم رو دارم و از این به بعد به اون شکل انجام میدم کار خودم رو. چرا؟ چون خیلی بینه شده کارم و کلی کاری که من میخوام انجام بدم به این صورته. من کار ندارم شما به چه صورتی میخوای کار انجام بدی. پیشنهادی که من داشتم به همین صورت بود که شما دقیقاً همین کار بری انجام بدی. اگر آگاه نیستی، کل صحبت من اینه که شما برو آگاهانه پولت رو از دست بده، نه از صورتی که نمیدانم یک حالت بده. شما قرار نیست که دوباره چیزایی که یک نفر دیگر تجربه کرده شما بری تجربه کنی. شما از تجربیات من استفاده کن و برو جلو و تجربه من به من میگه که کار کردن با اکانت شخصی خودت بهای زیادی داره و من نمیخوام در این درد رو شما بکشی. شما برو یک اکانت پراپ بگیر و با اون کار کن. اول ویدیو بهتون گفتم این مارکت داره روند طبیعی خودش رو انجام میده، یعنی قراره بیاد پایین و قراره بره بالا
من و شما معامله‌گر باید اینقدر روی مهارت‌های معامله‌گری خودمون کار کرده باشیم که دیگه با مارکت لج نکنیم. اگر قراره بره بالا ما سر بالا رفتنش ببندیم، اگر قراره بیاد پایین ما سر پایین رفتنش ببندیم و باش لج نکنیم. و این لج کردن به این صورت نیست که شما آگاهانه داری باش لج میکنی، نه به این صورت نیست. شما هنوز اینقدر مهارت نداری که بفهمی که در مارکت چه خبره. و من توصیه‌ام اینه که خیلی با احتیاط کار کنیم با سرمایه خودتون. و کاری که من میخوام انجام بدم رو تو این ویدیو بهتون گفتم. حالا شما میخوای هر کاری دیگه ای رو انجام بده، اون دیگه به شما ارتباط داره و خیلی با احتیاط لطفاً کار کنیم. و اگر این ویدیو رو دوست داشتین، دیگه صحبت‌های من توی این ویدیو تمام شد. شما اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً از این کانال حمایت کنین تا من بتونم بیشتر فعالیت کنم و تجربه بیشتری از من به شما انتقال داده بشه. اگر مفید بود لطفاً با کامنت گذاشتن، با اشتراک گذاشتن و با ساب کردن از این کانال حمایت کنید. خب من از هفته بعد با اکانت پراپ معاملات خودم رو شروع میکنم تا خودم رو بینه کنم. خب تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.